مجلس ملی پلاتای بالایی پارلمان تاجیکستان روز 5 می لایحه تغییر و اضافه‌ها به کدکس جنایتی کشور را تصدیق کرد. بنابر اضافه‌های وارد شده به این قانون همکنون نفرانی که بیرون از بانک‌های رسمی به معامله اسعار خارجی دست میزنند از 2 تا 4000 سومانی جریمه خواهند شد. جزای منصبداران در صادر کردن این کردار از این هم بیشتر است. منصبداران از 4 تا 8000 سومانی برای معامله با اسعار خارجی جریمه میشوند. جزای سنگین‌تر شرکت‌ها را انتظار است که در صورت معامله غیرقانونی با دلار از 12 تا 24000 سومانی جریمه میشوند. اما افرادی که تکراراً به چنین قانون شکنی دست میزنند از 4 تا 9 سال حبس پیش بینی شده است. در دنیا نیست دولتی که و واسطه پرداخت میلی خود یا خود پول میلی خود را حفظ نکنند. تصور کنید که اگر اون سختگیری هایی که 3-4 ماه پیش بانک‌ها نمی‌پیوست این کورس سومانی ما چی میشد؟ بسیار صداهای دیگر هم بودن. برای چی؟ برای اون که نیست در دنیا دولتی که بار دیگر میگم واسطه پرداخت خود پول میلی خود برابر دیگر برابر بعضی مقدسات‌های دیگر حفظ نکند و جاری نماید. در این دولت دنیا شما میروید بغیر از پول میلی دیگر یگان والیوت دیگر قبول ندارد. در ما چی بود تا 4-5 ماه پیش؟ پیشنهاد سخت‌تر شدن مجازات برای معامله غیرقانونی با اسعار خارجی از سوی بانک ملی صورت گرفته بود. چون که سال 2015 در پی افتی به شدت قرب روبل روسی سامانه نیز در برابر دلار قربش را از دست داد. طی سال گذشته 2015 قرب $100 آمریکایی از مرز 520-530 سامانی قبلی تا به 900 سامانی رسید و این وضعیت بانک ملی را وادار کرد که بازار ارز خارجی را جداً تنظیم کند. به این مقصد بانک ملی نخست نصف از نقطه‌های صرافی و بعداً کاملاً آنها را از بین برد. اما جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در نشست اخیر خبریش گفته بود بانک ملی از همه فشنگ‌های قانونی تنظیم بازار اسعار و تحکیم موقع سامانی در اقتصادیات واقعی استفاده کرد، اما جزاهای تعیین شده چندان ثمره خوب به بار نآوردند. 2000 سال فرمان پرزیدنت کشور بود درباره اسعار ملی. نه که امور را ریاض کردنش ترتیبش ریاض کردن نظارت کردن بانک ملی دیگر مقامات نظارتی واسه سپارش قطعی گرفتند. قانونگذاری پیشینه کودکس جنایتی با مصادره مبلغ ها نبود. روز جاری میشه. مصادره مبلغ از جانبی منامون اگر صراف کدامی که غیر قانونی مبادله اسعار میکنه در مغازه در بازار در دیگر جای غیر رسمی میکنند و مبلغ وای در وقت حالتی به دست افتادن پول را مصادره کرده میشه. ضمناً محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی امروز نیز بعد از تصویب تغییرات‌های نو به کدکس جنایتی محض خطاب به جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی گفت که در مسئله استفاده نکردن دلار در معاملات و احترام پول ملی نخست خود او باید نمونه عبرت شود. رئیس بانک شده صورت بکنم خودش باید نمونه عبرت شود. نورد کیسه باید دیگر باید که از آن نباشد. سلام باشه. عبیدالله در ادامه صحبت خطاب به حاضرین مجلس گفت که به نزدیکان و پیوندانشان درست فهمونند که از معامله با اسعار خارجی دست کشند، چون که من بعد نسبت به احترامی با اسعار ملی دیگر به کسی گذشت نخواهد شد، چون که این عمل نه تنها قطعاً منع است بلکه تا 9 سال حبس را نیز در نظر دارد. تمام دلار داره یواش کنید. حرکت کنید اسعار ملی خطی پسنداز داشته باشید. این میشود دستگیری شما از رشد اقتصادی و اجتماعی کشور. این میشود میهن‌پرستی. این میشود مسئله پاتریوتیسم در سخن در عمل. از زمانی که بانک ملی فعالیت نقطه‌های اسعار را به پورگی منع کرد قریب 1 سال سپری می شود. در آغاز این تصمیم بانک ملی در تاجیکستان مخالفان زیاد هم پیدا کرد و بسیاری از رسانه‌های مستقل بانک ملی را به محدود کردن بازار ارز خارجی و بیکار ماندن بیش از 1000 نفر صرافان تنقید می‌کردند. اما با گذشت وقت واقعاً قرب دلار که پیاپی در برابر سامانه بالا می‌رفت معتدل شد. حالا $100 آمریکایی را بانک‌های تجارتی بر عوض 788 790 سامانی خرید و فروش می‌کنند.